بهتون چند تا کد درباره جنایت در لس آنجلس بگم. این کد حذف سخته، فقط روی ماشین سوپرا جواب میده. یا ماشین سوپرا سفارش بدید و این کد رو بزنید و تمام که بزنید سقف ماشینتون میره و روی بعضی از ماشینایی که توی خیابون میرن توی خیابون میرن. بذار برم ببینم. مثلا هیچ ماشینی نیست. درا و سقف‌های بعضی از ماشینای که اینجا راه میرن هم میره. خب بذارم برسم به این ماشین رو بهتون نشون بدم. هیچ ماشینی هم نیست. اینا مثلا این پشتش نیست. خب کد بعدی ما کد برداشتن اسپینره که شما باید یک ماشین فقط هم روی این ماشین جواب میده. این کده و شما تمام که بزنید این پشتیش میره. چیز خاصی هم نیست. تا یه ویدیو دیگه بدرود، لایک و سابسکرایب نره. بدرود.